سلام خدمت همگی بینندگان. من ارسلان هستم، ارسلان مظهرپور. تجربی در پارسال کلاس دهم تجربی بودم. تو غرفه زیست شناسی پارسال هوگر شرکت داشتم و یکی از بهترین تجربه‌های زندگیم برام رقم خورد. اول از همه بچه‌های پارسال که 12 بودن و بعد از چندین سال هوگر اومدن احیا کردن، خب خیلی ایده قشنگی بودش که یه جشنواره باشه که تمامش رو دانش آموزا اجرا کنن، یعنی 0 تا 100ش با دانش آموزا باشه و این خیلی برام جذاب بودش. ببین چیزی که بودش، جشنواره زیادی شرکت کرده بودیم ولی جشنواره دیگه به این شکل بودش که انگار ما تحت کنترل یه سری افراد دیگه هستیم، ولی توی هوگر انگار خودمون یه جورایی احساس مالکیت داشتیم، انگار از خودمون. شب قبل از شروع جشنواره که با بچه‌ها کلاً همه غرفه‌ها، یعنی چیزیست نجوم، همه موندیم اینجا که حالا آماده بکنیم به اصطلاح فضا رو برای روز فرداش که حالا افتتاحیه جشنواره بود. به خاطر همین اصلا اون شب شاید نمیدونم تا ساعت 1 و 2 موندیم مدرسه و یکی از قشنگترین خاطرهایی بود که تو زندگیم داشتم. خب کلاً برای چه فضا چه برای ایده هامون خیلی سختیه داشتیم. حالا یه سریاش با کمک خود بچه‌های هوگر، مسئولین هوگر حل شد، یه سریاش با استاد راهنمایی که پارسال بودن با همون خب بالاخره یه جوری حل و فصل شد که در کل هوگر که حالا چه غرفه ما چه بقیه غرفه‌ها به یه شکل قابل قبول و قشنگی در اومدش. ببین مثلا پارسال هم یعنی حوالی اسفند که بود، ما خب بخش آزمایشگاه زیست رو بهمون داده بودن. آزمایشگاه زیست تو مدرسه ما این شکلی بودش که چندین سال اصلا کسی بهش دست نزده بود، یعنی حتی درش باز نشده بود، کامل همه جا رو خاک گرفته و وسایل همه قدیمی شدن که همون میگم دقیقا شب قبل از جشنواره که موندیم تمام وقت مسلسل شدش که به اصطلاح دیزاین بکنیم غرفه رو یا حالا اتفاقای دیگه، مثلا بتونیم میزا رو بچینیم برای بازدید کننده ها فضای مناسبی رو رقم بزنیم و این یکی از سختی‌هامون میشه. کلاً اکثر بازدید کننده حالا 2 روز اول که مدارس بودن بچه‌ها خیلی بازخوردهای خوبی داشتن نسبت به طرحی که داشتیم. روز آخر هم که حالا عموم مردم اومده بودن، اولیای بچه‌ها یه سری اومده بودن یا یه سری که دوست داشتم یا یه سری تولید کننده ها اومده بودن، خیلی بازخوردهای خوبی داشتیم، یعنی از چیزی که انتظار داشتیم بیشتر بود. من روزی که وارد حالا تیزهوشان شدم کلاً چه از سال 7م چه حالا بعدش که وارد سلطانی شدیم، یه جوری بودش که فکر میکردم کل زندگی فقط تحصیل و درسه، ولی هوگر یه چیزی بهم یاد دادش که تا وقتی نتونی یه کاری رو انجام بدی خودت به تنهایی از پسش بر بیای یا با همکاری دوستات نتونی انجام بدی هیچ فایده‌ای نداره. یعنی در اصل هوگر شاید بزرگترین بلوغ فکری من بودش. اینکه حتما تو هوگر شرکت بکنید، حتما یکی از بهترین تجربه‌های زندگیتون قطعا خواهد بودش. واقعا حالا تو یه جمله واقعا نمیشه هوگر رو وصف کردش، ولی خب یه چیزی بودش که اولا اینکه همه چیش یعنی 0 تا 100ش با خودته، یعنی خودت یه سری اختیاراتی رو داری که تو بقیه جشنواره‌ها قطعا بهت داده نمیشه و خیلی خوب ازت پشتیبانی میشه، چون هر کسی که یک دست‌اندرکاری از یه مسئولی هستش از جنس خودته، نه یک شخصی که حالا بزرگتر از خودت باشه و صرفاً به عنوان یک امر کننده باد رفتار بکنه. واقعا همه چیز تن. خب من آیکی برزیگر هستم،
غرفه‌دار استودیو IPL توی هوگر. محصول ما یک بازی فوتبالی بود به نام IPL 25 که در مورد 25 یاری پروژه انجام داده بودیم و طرح توی هوگر ارائه دادیم. حقیقتا اتفاق خاص نیفتاد. مدرسه در واقع یک پیامی داد که هوگر هستش، یعنی میتونید ثبت نام کنید. ما هم به نظرمون یک فرصت خوبی بود برای اینکه طرحمون رو ارائه بدیم برای مخاطبمون و این فرصت رو غنیمت شمردیم و توی هوگر ارائهش دادیم. فضای هوگر خیلی گرم و صمیمانه بود نسبت به یه جشنواره‌ای که قبل از اون شرکت کرده بودم و این خیلی حس قشنگی بود. اینکه تونسته بودیم کلاً بچه‌های خودمون تونسته بودن یک همچین پروژه مثل هوگر رو به این بزرگی اجرا کنیم. به نظرم جالب‌ترین خاطر این بود که بازیمون رو گذاشتیم در اختیار بچه‌های بزرگترمون، اومدن انجام دادن، یه بازخوردی ازشون گرفتیم از بازی که انجام دادن. یکم خب برنامه بروزرسانی، چون بازیمون هر فصل باید بروز بشه، یکم بروزرسانیش طول می‌کشه، چون معمولا ما تا عید ارائه میدیم. یکی زمانبندی بود که توی اسفند ما باید دیگه بازی تمام می‌کردیم می‌آوردیم برای اینکه یه نسخه ارائه بدیم. یکم مشکلات تو این داشتیم با توجه به که مثلا سرمون شلوغ بود، با توجه به هم مشکلات درسی بود هم پروژه‌های دیگه‌مون، ولی به نظرم سخت‌ترین کار زمانبندی بود که باز تونستیم یه جوری حلش کنیم. در کار خوب بود و ما خود واقعا سورپرایز شدیم، یعنی واقعا فکر نمی‌کردیم که اینقدر بازخورد داشته باشه، استقبال کنن که باعث شد واقعا فروش خوبی هم تو فروش اولیه داشته باشه. این ایده‌ای که در واقع این محصول ما داشت در واقع از قبل داشتیمش، با کمک هوگر تونستیم این رو توسعه‌اش بدیم و به شکل گسترده‌تری ارائهش بدیم نسبت به مخاطبانمون و هوگر به نظرم تاثیر خوبی رو توی ارائهش به مخاطبان داشت. اینکه اگه زمان کم آوردن نترسم، این اول از همه، و اینکه اگر به مشکلی توی پروسه ساخت برخوردن، این حالا انجام اون کارشون لزوما یه ساخته کار نیست، حالا میخوان طرح ارائه بدن، هیچ وقت ناامید نشن. یک فرصت برای هر تولید کننده محتوا، خواهد یه طرح باشه یا یک محصول، برای ارائه اون به مخاطبش. سلام خدمت شما، من مبین موسوی هستم. پارسال توی غرفه زیست جشنواره هوگر فعالیت داشتم. اول که من تصمیم گرفتم برای شرکت توی هوگر، اصلی‌ترین دلیلی که داشتم این بودش که بتونم خودم رو به چالش بکشم و به عنوان یک جشنواره دانش آموزی بتونم توش فعالیت کنم و مستقلاً به دور از کادر مدرسه یک پروژه‌ای رو انجام بدم. اولین حسی که داشتم یه جوری حس ترس بود، به خاطر اینکه فکر می‌کردم شاید این کار به ثمر نشینه، به خاطر اینکه هممون دانش آموزیم. اما هرچی به جلوتر رفتیم فهمیدم که این خودش یه نکته مثبت بود و ما تونستیم که این پروژه و جشنواره رو به خوبی هرچی تمام‌تر تمامش کنیم. جالب‌ترین یا بهترین خاطره‌ای که داشتم شاید برمیگرده به روزی که اولین روزی که ما توی هوگر غرفه داشتیم و حالا بازدیدکننده‌هایی که میومدن، افراد جدیدی که باهاشون مکالمه داشتم، حالا کسایی که شاید هیچ وقت نمیتونستم ببینمشون، مسئولین و کسایی که میومدن و به غرفه ما سر می‌زدن. شاید سخت‌ترین چالش ما این بودش که ما خودمون بودیم، یعنی اوایلش که شروع به کار کردیم ما دانش آموز بودیم و شاید توی یه سری از کارا
به مشکل برمیخوردیم، حالا به خاطر سنمون یا هر چیز دیگه ای، اما اون کار تیمی که با هم داشتیم و اعتمادی که به هم داشتیم و نزدیک بودن سنمون تونستش که این مشکلات رو برطرف کنه و کار ما خیلی خوب جلو بره. مثلا ما توی انتخاب ایده، یعنی حالا انتخاب ایده‌مون که درست بود، یعنی توی پرورش و بهتر کردن اون ایده شاید خیلی از بچه‌هایی که مسئول پارسال بودن به ما کمک کردن. یعنی شاید همیشه استاد راهنمای ما استادای بزرگ و مطرح یا مسئولین مدرسه نبودن. خیلی موقعا بچه‌های همسن و سال خودمون تونستن با مشورت دادن به ما پروژه‌مون رو بهتر بکنن و ما رو توی کارمون خیلی جلو بندازن. خدا رو شکر بازخورد بازدیدکننده‌ها و مراجعینی که به ما مراجعه می‌کردن خیلی خوب بود. حالا چند دسته بودن، یک سری از دانش آموزا بودن، مسئولین بودن و یک سری از افرادی که اومده بودن دنبال یک نفر برای کارشون. خدا رو شکر ما پیشنهادهای زیادی دریافت کردیم از سمت بقیه. حالا دانش آموزا استقبال خوبی کردن و خوششون اومد از این طرح و امیدوارم سال دیگه شرکت بکنن. از طرفی مسئولینی بودن و افرادی بودن که خیلی از کار ما استقبال کردن و خواستن که ما توی کارشون بهشون کمک بکنیم. شاید بشه گفت گوگل یک شروع برای کارهای بزرگتر، برای شغل آینده‌تون، یک تجربه کوچیک شده و شروع کاره. شاید خیلی از موقعا من همچین تجربه‌ای رو نتونم به دست بیارم، اما تأثیری که روی تفکر من گذاشت این بودش که من میتونم با کمک بقیه بتونم یه کاری رو پیشرفت بدم. اولین چیزی که بود کار گروهی بود و دومین چیز باور به خودم و اعتماد به نفس بود. توصیه‌ام به دانش آموزایی که امسال قرار شرکت بکنن اینه که حتما گوگل رو جدی بگیرن و تلاش بکنن که یک پروژه و طرح خوبی رو توی این جشنواره شرکت بدن، به خاطر اینکه میتونه در آینده نزدیک و در آینده دور بهشون کمک‌های زیادی رو بکنه، از لحاظ توانمندی، از لحاظ اعتماد به نفس و خیلی چیزهای دیگه. شروعی برای کارهای بزرگ. من صندر ستورم و سال قبل تو حوزه علوم انسانی حرفه تاریخ داشتم. خب ما قبلا وقتی که توی باهنر بودیم به ما یه اطلاعاتی درباره گوگل و جشنواره‌اش داده بودن و ما خب یه آشنایی داشتیم از گوگل. وقتی که اومدیم اونجا هم بچه‌ها پرسنل با ما در موردش صحبت کردن، اطلاعاتی به ما ارائه دادن و خب خیلی هیجان انگیز بود، چالش جدید بود و برای همین ما هم خواستیم که تو این چالش بریم. خب اولون همون حس هیجان و حیرتی که هست، بالاخره یه جشنواره خیلی بزرگی که چند تا دانش آموز سعی کردن درستش بکنن و خب خیلی جالب و حیرت انگیز بود برای ما و این حسی که به ما داد خیلی حس همبستگی روسی خوبی بود. خب خاطر انگیزترین چیزی که ما داشتیم، من یادم روز قبل گوگل من و حالا دوستم که همگروهیم بود بعد از اینکه کارا رو انجام دادیم یه خستگی خیلی خیلی زیادی توی ما بود. ماه رمضون هم بود و دم افطار، واسه همین اون لحظه‌ای که اون خستگی رو درک کردیم خیلی خاطر انگیز بود برام. خب بالاخره توی گیم ما چالش سختی خیلی زیاد داشتیم، مثلا یکیشون دکور بود و دکور خیلی چالش بزرگی بود، از طرفی زمانبندی و درست کردن چارت‌های زمانی برای اینکه ما با حالا گروه‌های مختلف صحبت بکنیم و بهشون اطلاعات و جزئیات رو بدیم. خب سختی خیلی بزرگی بود و با صحبت با پرسنل فهمیدیم که خب باید به چه مخاطبی توضیحات بیشتری بدیم، زمان بیشتری بدیم، با چه مخاطبی بدیم. و همونطور که گفتم یه چیز خیلی مهمی که ما داشتیم توی همین گوگل زمانبندی بود و این زمانبندی رو ما با همین بازخورد تنظیم می‌کردیم. مثلا وقتی می‌دیدیم که مخاطب داره خوشش میاد و علاقه داره، خب بالاخره مبحث تاریخ، یک مبحثیه که
خیلی ها خوششون نمیاد و به عنوان یه مبحث خوش میشناسن. برای همین ما وقتی می‌دیدیم که داره علاقه نشون میده سعی کردیم جزئیات بیشتری در ارائه قرار بدیم. بالاخره وقتی که ما وارد سمپاد میشیم این ایده تو ذهن ما هستش که خب ما باید حتما توی کنکور مثلا وقتی که دارن از بیرون به ما نگاه میکنن یک سری آدمایی هستیم که قراره توی کنکور بریم یه موفقیتی کسب کنیم و صرفا ما داریم توی همین چیز تلاش میکنیم. ولی خب این هوگر تأثیری که من گذاشت کلا ذهنیت من عوض کرد. من نشون دادش که نه، سمپاد یه چیز خیلی فراتر از اون حالا قول کنکوره و ما رو تقریبا توی خیلی مباحث مختلف دیگه قدرتمند میکنه. و اینکه هوگر این تأثیری که روی ما گذاشت این تأثیر بودش که ما تونستیم استعدادامون رو توی باب علایقمون بیایم ارائه بدیم و خب این خیلی تأثیر خیلی مهم و بزرگی داره. همونطور که گفتم اکثرا اونایی که وارد سمپاد میشن با همین ایده که قراره برن رتبه برتر بشن میان و این ایده رتبه برتر شدن خب خیلی روی زندگیشون تاثیر میذاره. ولی من اینو بگم که اصلا این شکلی نیست. اونایی که قرار بیان و در هوگر شرکت بکنن ما داشتیم همین سال قبل رتبات برتر 1 و 2 کشوری که اومدن غرفه‌دار بودن حالا توی مباحث مختلف. و اینکه این قرار نیست مثلا بیاد درس شما رو مثلا به تعویق بندازه، نه، اتفاقا مثل زنگ تفریحی که شما ذهنتون رو بازتر کنید و خیلی بهتر به قضایا نگاه کنید و یکم از اون فضا فاصله بگیرید و خب این چند بعدی شدن خیلی خیلی خوبه و نترسید ازش. چیز خیلی بزرگی رو از دست داده و امسال باید حتما تجربهش کنید.